میخوام امروز در مورد اعتماد به نفس باهاتون صحبت کنم. یه سوال ازتون داشتم. به نظر شما اعتماد به نفس یعنی چه؟ اصلا از همین کلمه اعتماد به نفس شما چه برداشتی میکنی؟ یعنی اعتماد به خود. میخوام بدونم که شما چه تعریفی از اعتماد داری. مثلا وقتی که توی رابطه هستین، حالا این رابطه اصلا مهم نیست، رابطه با همسرتونه، با مادرتونه، با دوستتونه، با فرزندتونه، هر رابطه‌ای میتونه باشه. اینجا که شما میگین که من اعتماد دارم، یعنی اعتمادتون چجوری جلب میشه؟ چه فاکتورهایی براتون مهمه که این اعتمادتون جلب بشه؟ الان مثلا اگه از یک خانم متأهل بپرسیم یا از یک آقای متأهل بپرسیم که خب شما چجوری اعتمادتون جلب میشه نسبت به همسرتون، میگه که خب به من دروغ نگه، چیزی رو از من پنهان نکنه، به من خیانت نکنه، اگه یه قولی بهم میده رو حرفش وایسه و به من حس امنیت بده، حس اطمینان بده. این چیزاییه که باعث میشه که شما به اون فرد اعتماد کنید. حالا فکر کنید که این در مورد خودتونه، اعتمادیه که میخواید نسبت به خودتون داشته باشین. حالا چه اتفاق میفته؟ شما بارها و بارها به خودتون قول میدین که یه کار رو انجام بدین. حالا از شنبه است، از هر زمانیه، از فردا صبح میگیم ورزش میکنم، شیرینیجات و مواد قندی کمتر میخورم، نمیدونم میرم پیاده روی، دیگه کمتر توی اینستاگرام میچرخم، یه فضای مجازی وقتمو میگذرونم، ولی باز همون کار رو انجام میدیم. یا اگر شما یک نفر دائما، یک دوستی، یک رفیقی، یک مدیری هستن، یک همکاری دائما شما رو تخریب کنه، بهتون توهین کنه، سرزنشتون کنه، تحقیرتون کنه، آیا باز هم بهش اعتماد میکنین؟ نسبت بهش اطمینان دارین؟ ولی ما هر روز این کار رو انجام میدیم. هر روز خودمون رو سرزنش میکنیم، خودمون رو تحقیر میکنیم، به بدترین شکل ممکن با خودمون رفتار میکنیم. ما برای خودمون یک آدم بسیار بیرحم، بدون هیچ دلسوزی هستیم. دائما در حال محاکمه کردن خودمونیم، قضاوت کردن خودمونیم. و چطور میتونیم اعتماد به نفس داشته باشیم وقتی همین اتفاقا میفته؟ چیزی که هست اینه که شما اون برخوردی که با خودتون میکنین نتیجهش میشه داشتن اعتماد به نفس، داشتن عزت نفسه. وقتی گویش درونیتون، اون چیزی که در درونتون به خودتون میگین چیز خوبی نیست، یا در حال بی احترامی به خودتون هستین، یا دارین هم حرفایی رو به خودتون میزنین که تو بچگی بهتون زدن، نمیدونم، یکی بهتون گفته بیورزه، یکی بهتون گفته خنگ، یکی بهتون گفته آره معلومه همیشه همینطوریه، همیشه همه کارا رو خراب میکنی، همیشه زیر قولت میزنی، همیشه زیر حرفت میزنی. و این همجا ادامه داشته. الان هم شما دارین ادامهش میدین، هیچ فایده‌ای نداره. یعنی دنبال اعتماد به نفس یا عزت نفس نباشین، چون همه اینها درونیه، از درون شماست که این شکل میگیره. زمانی میتونید اعتماد به نفس، عزت نفس داشته باشید که شروع کنید با خودتون دقیقاً مثل یک کسی که دوست دارین بهتون اعتماد کنه رفتار کنید. مثلا رو حرفتون نزنید، به خودتون احترام بذارین، خودتون رو سرزنش نکنید، خودتون رو دوست داشته باشین و به خودتون دروغ نگین، خودتون رو نادیده نگیرین. همه اینا باعث میشه که به خودتون اعتماد داشته باشین. و الان وقتی که من اینو میگم، همه با خودشون میگن که خب گفتنش خیلی ساده است، که حالا دیگه با خودت بدرفتاری نکن. آره گفتنش ساده است، انجام دادنش هم ساده است. فقط چون مثل یه عادت شده، وقتی برای شما یه کاری عادت میشه، دیگه ترک کردنش کمی سخت میشه.
مثلا اگه همیشه به خودتون گفتین که من چقدر خنگم، خب این تکرار میشه. فقط کافیه موقعی که به خودتون میگه من چقدر خنگم، همون لحظه به خودتون بگین که نه حالا اینقدر خنگ نیستم، من فقط اشتباه کردم. یا اگه مثلا یه حرفی رو زدین، آقا مثلا من میخوام از شنبه پاشم هر روز برم نیم ساعت صبح پیاده روی. خب حالا یه روز رفتین، 2 روز رفتین، 3 روز نرفتین، نگین که خب من باز دوباره زیر قولم زدم، باز شروع شد و دوباره اعتمادتون نسبت به خودتون کم بشه. میتونین به خودتون بگین که من هفته‌ای مثلا ماهی 8 بار میرم 8 روز پیاده روی میکنم، 8 نیم ساعت پیاده روی میکنم. و اینو چیز نکنین، حتما توی یک روز خاص حتما تعیینش نکنین. بگین خب این 8 تا نیم ساعت رو من توی یک ماه میرم و اینجوری کم کم اعتماد خودتون رو به خودتون جلب کنید. یا میگم هر موقع که شروع کردین به سرزنش خودتون، یه لحظه وایسین و بگین که خب چرا دارم خودم سرزنش میکنم؟ فقط یه اشتباه بوده، فقط یه کاری بوده که من شاید مثلا نمیدونستمه، شاید در موردش آگاهی زیادی نداشتم، شاید در موردش مهارت زیادی نداشتم و حالا میتونم درست انجامش بدم. الان میتونم دفعه بعد اشتباهمو جبران کنم. به همین صورت ذره ذره، ریز ریز سعی کنید که اون عادت‌هایی رو که باعث میشه اعتماد خودتون نسبت به خودتون از بین بره تغییر بدین. زمان میبره، برای هر کسی هم یه زمانی داره، ولی این شدنیه و از همین الان میتونین شروعش کنین.